ممکنه فکر کنیم مشتری منطقی هست، اما واقعیت بازار یه چیز دیگه است. درود بر شما. من محمد جواد یکیروستا هستم و امروز میخوام درباره نظرسنجی ساده‌ای که چند هفته پیش در لینکدین منتشر کردم باهاتون صحبت کنم. من پرسیدم طبق تجربه شما مهمترین عامل تصمیم گیری مشتری ایرانی چیه؟ 4 تا گزینه داشتیم، 35 نفر رأی دادن. عدد بزرگی نیست، اما عمدتاً مدیر فروش، کارشناس، حتی مدیر عامل و تصمیم گیرندگان شرکت ها بودن. بعد بگم این یک نمونه آماری نیست، این تحقیق علمی نیست، یک آینه ذهنی از مخاطبین و البته فعالین بازار. تو این ویدیو هم قرار نیست من فقط درصدها رو بخونم. میخوام بفهمم این رأی ها درباره ذهن مشتری و احتمالاً خطای فروشنده ها چه چیزی رو افشا میکنه. اول باید بدونیم این نظرسنجی دقیقاً چی رو میسنجه. خیلی ساده است، اما باید فریب نخوریم. این سادگی در دل خودش مفاهیم عمیقی داره. افراد معمولاً از دو جایگاه توی چنین نظرسنجی های رأی میدن. جایگاه خریدار یا با منطق خرید خودشون، طوری که یعنی من موقع خرید کنم به چی اهمیت. جایگاه فروشنده و مدیر، اون بیزنس لاجیک، یعنی مشتری های من معمولا به چی واکنش میدن. با این دوتا نگاه نتیجه رأی که ما میدیم با هم دیگه فرق میکنه. توی علوم رفتاری اقتصاد میگن مردم نمیدونن چرا میخرن، بلکه خریدشون رو بعداً توجیه میکنن یا براش دلایل منطقی. پس این نظرسنجی هم حقیقت مطلق بازار نیست، اما نشونه هایی از برداشت فعالان داره. من هم نمیخوام اون رو تحلیل کنم. من در واقع میخوام بگم اگر هر کدوم از این گزینه ها رأی بیارن یا رأی نیارن چه معنی میتونن داشته باشن، چه عواملی رو دارن بررسی میکنن و مقایسه بکنیم با اون چیزی که ممکنه در تحقیقات علمی وجود داشته باشه. از اینجا به بعد من میخوام درباره گزینه ها صحبت کنم، برم سراغ کالبد شکافی و ممکنه صحبت های من حدود 10 تا 15 دقیقه طول بکشه. برای همین نسخه کامل این ویدیو رو توی یوتیوب آپلود میکنم. اگر دوست داشتین به لینکی که میذارم مراجعه کنید تا بتونید نسخه کاملش رو ببینید. حالا بریم سراغ گزینه. گزینه اول قیمت و شرایط پرداخت که 43% رأی آورد. این گزینه چی رو نشون میده یا در واقع چی رو میسنجه؟ گزینه قیمت و شرایط پرداخت در واقع عامل اضطراب اقتصادی رو مشخص میکنه، اضطراب اقتصادی مشتری. و باید بدونیم توی شرایط تورم مزمن و اون افزایش روزمره قیمت ها که در بازار امروز ایران وجود داره، توی اقتصاد رفتاری میگن وقتی آینده نامطمئنه مغز به دنبال کم ریسک ترین انتخاب میره. یه جورایی داره در واقع به اون انتخابی که ریسک کمتری داره پناه میبره. قیمت پایین یا پرداخت اقساطی برای مشتری حس کنترل ایجاد میکنه، ریسک تصمیمش رو کم میکنه. یه جورایی در واقع یه بخشی از استراتژی نباختنه یا کمتر باختنه. اگه اشتباه کردم کمتر ضرر کنم. رأی آوردنش یعنی این که بازار تحت فشاره. خب این چیز عجیبی نیست. مارکت ایران به خصوص در هفته ها و ماه های اخیر مشخصا تحت فشار و مشتری هم به دنبال کم ضررترین اشتباه، نه بهترین. اگه رأی نمی آورد یعنی که بازار دنبال کالای لوکس یا تو فرآیندهای بی تو بی پیچیده است. یعنی اگر شما به عنوان مثال یک همچین تحقیقی رو درباره مارکتی که یا سگمنتی از بازار مطالعه می‌کنید که توش فرآیندهای پیچیده فروش وجود داره، عادتاً این گزینه رأی کم می‌خرید. مخاطبین از اون دست خریدارها هستن که خب عادتاً توی نظرسنجی نبود. یا اینکه بازار ارزش پیشنهادی خیلی شفافی داشته باشه که مشخصاً در ایران و در بازار ایران همچین انتظاری نداشتیم و تو نظرسنجی هم در نمیاد. تحقیقات با جوامع بزرگتر و نمونه های آماری بزرگتر به این نکات باید توجه کرد که نمونه ها در سگمنتی دارن. ولی یه نکته‌ای درباره بحث قیمت و شرایط پرداخت است، به خصوص خود قیمت. اگر تنها مزیت شما قیمته، باید بدونید که دارید برندتون رو نابود میکنید. که حالا من درباره این موضوع قبلا توی ویدیوهای دیگه و یه سری مقالاتی نوشتم توی لینکدین منتشر کردم، صحبت کردم، ولی خیلی وقت این ویدیو رو نمیخوام بگیرم. بچه‌ها توی بازاری که شرط تورمی داره، رقابت خیلی تنگاتنگه، اگر شما نتونید مزایای بیشتری برای مشتری ایجاد کنید، مزایای بیشتر از قیمت، حتما تو جنگ قیمتی کسب و کارتون له میشه و این خطریه که خیلی از کسب و کارهای ایران رو داره تهدید میکنه. اگر شما حتی کسب و کارهای
خودتون دارید مغازه‌دار هستید یا تو شرکت‌های کوچیک‌تر هم دارید فعالیت می‌کنید، اینو بیشتر حس می‌کنید و کسانی که کارشناس فروش هستن یا مدیران فروش توی شرکت‌های بزرگ دارن فعالیت می‌کنن، این فیدبک رو از بازار به خوبی میتونن بگیرن. چقدر در واقع عامل قیمتی که یه زمانی براشون مزیت بوده احتمالاً الان دیگه مزیت نیست. جنگ قیمتی بچه‌ها کسب و کارها رو گزینه دوممون اعتماد به فروشنده یا برند 14% رأی آورد بچه‌ها. یه یادآوری میکنم ممکنه افراد از نگاه منطق خرید به این رأی داده باشن یا از نگاه منطق کسب و کار. از هر دو جهت این درصد معنی داره، یعنی اینکه از نظر من رأی دهنده اعتماد جایگاه خاصی نداره. اعتماد چون ریسک ادراک شده رو میسنجه توی بازارهایی مثل بازار که اطلاعات معمولا ناقصه. اعتماد نقش بیمه روانی داره. مشتری از کسی میخره که حس میکنه دروغ نمیگه و مثلا بعد فروش ناپدید نمیشه. وقتی رأی پایین میاره یعنی نه اینکه اعتماد مهم نیست، بلکه بازار از اعتماد ناامید شده. یعنی همه میگن قابل اعتمادی و اعتماد دیگه مزیت رقابتی نیست، خودش رو به کار داره. بعده این نظر شخصی منه، ممکنه از نظر علمی یا تحقیقات مختلف این چیزی که من میگم تایید نشه، ولی برداشت شخصی من به هر سال هاست دارم توی برداشت من اینه که ما ایرانی ها از اعتماد کردن خسته شدیم، زیاد ضربه خوردیم و برای خودمون مهم نیست و قاعدتا فکر میکنیم برای طرف مقابلمون هم مهم نباشه و حداقل توی این رای دهنده هایی که توی نظرسنجی شرکت کردن این موضوع مشهوده داره. من این رو تو تجربه شخصی تو فعالیت هایی هم که به صورت روزمره انجام میدم دارم میبینم و ممکنه شما هم همین رو حس کرده باشید. البته اگه تجربه متفاوت دارید خوشحال میشم. این گزینه ما باید بدونیم که اعتماد با شعار ساخته میشه. اگر صاحب کسب و کار هستید یا مدیر تصمیمگیر توی کسب و کاری هستید باید بدونید بچه اعتماد با شعار ساخته نمیشه. یه سری فرآیندها هست قبل از فروش، در حین فروش، پس از فروش، پاسخگویی‌ها، شفافیت‌ها و رفتارهای در طول زمان یک برند. اگر شخص هستید و کسب و کار کوچیکی دارید، در واقع همون برند شخصیتون یا همون کسب و کار کوچیک خودتون هم در واقع تو همین اسکیل کوچیک از برند هم قرار. باز برمیگردم به مقاله یا مقاله نبود، در واقع مطلب تحلیلی کوتاهی درباره بلک فرایدی من نوشتم. من چند ساله که در بلک فرایدی خرید نکردم. من یکی از اون افرادی هستم که به دلیل مراوده با مجموعه‌های مختلفی که داشتم احساس بی‌اعتمادی زیادی به مجموعه‌ها در بلک فرایدیشون داشتم. میگم در بلک فرایدی خرید نکردم، منظورم نظر مقطع زمانی است. دقیقاً من در روز بلک فرایدی، همین بلک فرایدی گذشته، از 2 تا فروشگاه خرید داشتم. 2 تا فروشگاهی که تخفیف نداشتن. یه برنامه خریدی داشتم، برداشتم این بود که ممکنه در بلک فرایدی شاید تخفیفی هم اعمال بشه. چون تا مجموعه اون کالا رو تخفیف زده بودن، یه مجموعه تخفیف نزده بود. تو اون هفته تقریبا بلک فرایدی قیمتش رو نگاه کردم و جالبه روز بلک فرایدی هم تخفیف نزده بود، ولی از مجموعه هایی که تخفیف زده بودن ارزون تر بود. این اتفاقیه که تو بلک فرایدی خیلی هم تجربهش کردیم، خیلی هم دربارش صحبت شد. مسئله خود بلک فرایدی نیست. من تو اون متن تحلیلیم درباره این موضوع صحبت کردم که اگر سطح خودمون انقدر بیاریم که بخوایم با یک سری شعارها و یک سری بازی‌های روانی، دستکاری‌های اینچنینی، مثل نمیخوام کلمه استفاده کنم که به کسی بر بخوره. ببین یک برند، یک کسب و کار سطحش با یک بلاگر تازه کار که فقط به دنبال گرفتن ایمپرشنه، فقط به دنبال کلیک گرفتن شاید باشه، یه سایت مثلا تازه کاری ترافیکی بگیره، باید فرق کنه. ببین ممکنه من اون رو به دست بیارم، ترافیکی بگیرم، ایمپرشن بگیرم، اینگیجمنت حتی بگیرم. واقعا بعضی از برندها من فکر میکنم تعمدن خواستن هیت بگیرن که در قالب این هیت اینگیجمنت بیشتری داشته باشن. ممکنه اگه هدفمون رو گذاشته باشیم اون ایمپرشن گرفتن رو گرفتیم، ولی بچه‌ها مقطعیه. این رفتارها به مرور زمان
اعتماد رو از مخاطبین ما میگیره. ممکنه باز به این فکر کنیم که اشکال نداره، ما همچنان هر بار میتونیم توی کمپینی با یک اتفاقی این مخاطب رو برگردونیم، ولی نباید فراموش کنیم که عامل وفاداری مشتری رو ما کاملا از دست میدیم توی چنین فرآیندی. با از بین رفتن وفاداری چه اتفاقی میفته؟ مشتری به راحتی میتواند توسط رقبای ما شکار بشه و این شکار شدنه باز یک اتفاق دیگه پشتش میفته. بعد از اون ما ارزش طول عمر مشتریمون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی مشتری که اگه ما فرض بگیریم 10 سال مشتریمون باشه، تو این 10 سال n بار از ما خرید بکنه، با متوسط سبد خریدی که ممکنه داشته باشه، یک عددی در طول عمرش به ما آورده. اینو ما داریم کوچیکش میکنیم. به جای اینکه اون ریتنشن رو داشته باشیم، بازگشت رو داشته باشیم، برگرده تو مجموعه ما خرید بکنه، هر بار به دلیل اون بی‌اعتمادی و عدم وفاداریه داره بررسی میکنه و قاعدتا پایین بودن این درصده داره اینو نشون میده. حداقل اگه من بگم از جنبه فروشنده بهش نگاه کنم، یعنی ما فروشنده ها باور داریم که اعتماد هیچ جایگاهی نداره. اگر هم از خب قاعدتا اگه همچین نگاهی داشته باشیم، رفتارمون هم بر مبنای اعتماد سازی نیستیم، اون جایگاهی نداره. قیمت فقط منم همیشه یا واقعا قیمتمو میارم پایین، جنگ قیمتی میکنم، یا یه جوری نشون میدم یا فریب میدم مشتریمو که من واقعا قیمتم پایینه و خریدشو انجام میده. اگرم فروشنده باشم که اگرم خریدار باشم و دارم به این موضوع نگاه میکنم، بازم خطرناکه. ما واقعا اعتماد تو مارکتمون جایی نداره و با وجود این برندهای بزرگی، با وجود این شرکت‌های بزرگی که توی ایران دارن فعالیت میکنن، فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر دقت بکنن که چرا مردم حاضر نیستن به برند یا به فروشنده ها اعتماد. گزینه سوممون کیفیت و کارایی محصول. درباره این گزینه بچه‌ها واقعا خیلی 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 خطرناکه. از هر آن چیزی که تا الان من دیده بودم این خطرناک‌تره. 9% فقط این گزینه عامل بلوغ بازار رو میسنجه، اینکه کیفیت و کارایی محصولی که من میخرم چقدر اهمیت داره. باز اینو از دو جنبه میتونیم نگاه کنیم دیگه. اگر با منطق خرید بهش نگاه کنیم، یعنی من موقعی که میخوام خرید کنم کیفیت و کارایی برام اهمیت نداره. اگر از منطق کسب و کار بهش نگاه کنم، یعنی به نظر من کیفیت و کارایی محصول برای مشتری اهمیتی نداره. هر طرف بهش نگاه کنی خیلی خطر. باز من تاکید میکنم این نمونه آماری نیست، این فقط یک نظرسنجیه. اما کسانی که رأی دادن فعال این حوزه هستن، کارشناس حساب میشن، تو جایگاه‌های مدیریتی فروش هستن، تو جایگاه تصمیم گیرنده هستن، تو جایگاه کارشناس. توی بازارهای توسعه یافته کیفیت وزن خیلی بالایی داره. این سری تحقیقاتی که نگاه کردم خیلی صحبت از 50 تا 60% عامل خرید به گزینه نسبت دادن. تو خیلی از تحقیقات هست، میتونید با من سرچ کنید. به بازارهای آشفته کیفیت رأی نمیاره و تو تحقیقاتی که این گزینه رأی نیاره، یعنی واقعا اون بازار آشفته است. سعی میکنم از کلمات ملایم تری استفاده کنم. کیفیت تو این بازارها رأی نمیاره چون قابل تشخیص نیست و رأی پایینش یعنی اینکه مشتری ابزار ارزیابی کیفیت نداره. یعنی بازار پر از ادعاست، چون به هر حال که فروشنده نمیاد بگه ماست من ترشه، فروشنده که نمیگه محصول من بی کیفیته یا کارایی نداره، کسی که اینجوری جنس نمیفروشه واقعا. ولی اگر من معتقدم کیفیت و کارایی محصول اهمیتی نداره در انتخاب خرید، یعنی بازار پر ادعاست و مشتری ابزار ارزیابی نداره. یعنی حتی مشتری به استانداردهایی که دارن یک سری سازمان‌ها و نهادها اعمال میکنن هم اعتماد نداره دیگه. تفاوتی بین کیفیت واقعی و نمایشی نمیتونه بذاره، پس عملا میگه کیفیت کاری برام اهمیتی نداره. اینجا باز اهمیت اون گزینه قیمت و شرط پرداخت که گفتم عامل اقتصادیه و در واقع یه جورایی داره به استراتژی نباختن یا کمتر باختن. اگر اشتباه کردم ریسکش کمتر باشه، داره به اون پهلو میزنه دیگه. این در واقع پایین بودن این باعث بالا رفتن درصد اون گزینه شده به نوعی. بخشی از سهم این 50-60% توی بازار توسعه یافته، توی نظرسنجی ما 9%. این گله‌ای که ممکنه همه داشته باشن که آره مشتری قیمت فقط براش مهمه،
من درباره تکنیک‌های فروش صحبت نمی‌کنم. اگر کسی اومد گفت آقا قیمت، من به خاطر قیمت نه، من درباره اون مفصل قبلا صحبت کردم، بعداً هم درباره‌اش صحبت می‌کنم، در تکنیک‌های فروش که وقتی بحث قیمت میشه چه عواملی داره، چه انگیزه‌های خریدی وجود داره، ولی مشتری درباره قیمت می‌پرسه. دارم درباره چیزی صحبت می‌کنم که به عنوان مهمترین عامل تصمیم‌گیری از نظر مخاطبم و اگر اون گلایه وجود داره به خاطر اینه که من کیفیت و کارایی محصول من نوعی وقتی که برام مهم نیست یا به تعبیری نمیتونم تشخیصش بدم، نمیتونم ارزیابی کنم، باورم اینه که همه آنهایی که دارن ادعا میکنن ادعای کیفیت و کارایی پوچه یا مخدوشه و من بهش اعتمادی ندارم، اعتمادم پایین بود دیگه، پس دنبال انتخاب گزینه‌ای میرم که ضرر منو کمتر کنه. یعنی میرم محصولی میخرم که اگر واقعا اون کارهای کیفیت رو نداشت کمتر ضرر کرده باشم. یه چیز جالبی همین امروز توی سوشال مدیا دیدم، یه برند خیلی محبوب در دنیا وجود داره، جزو برندهای پرمیوم تو لوازم خانگی. یه دوست عزیزی ویدیو گذاشته بود از این که آقا ببینید این برند رو همه میگن آقا این خیلی خفنه، خیلی باحاله فلان، نگاه کن مثلا جایسازش مثلا باد کرده، فلان محصولش کدر شده، اونش هم شکسته، اینش اصلا نمیدونم فلان مشکل داره. یه ست کامل اون برندم خریده بود. بچه‌ها برند خیلی برند معروفیه توی دنیا و اصلا کیفیت محصولش هم مشخصه. ببین من مخاطب به محض اینکه این رو میبینم، حالا من مخاطب میتونم بگم یکم حرفه‌ای‌تر، من تو بازار لوازم خونگی فعالیت کردم، این برندم میشناسم، محصولاتش هم میشناسم و این حرفو خیلی ها از من شنیدن، آقا برند خارجی میخوایم بخریم فلان، مثلا بریم فلان کالا قاچاقو بخریم بهش مثلا کیفیت بهتری داره. من بهشون میگم من واقعا نمیتونم تضمین کنم که تو اگر اونو خریدی واقعا همونه. اینا خیلی دور و برای من از من شنیدم، میتونم بعد از دیدن همین ویدیو بیاد کامنت بذارن. موضوع اینه که من نمیتونم تضمین کنم اون کالایی که خریدی واقعا اون کالا برند اصلیه، اورجیناله. این اتفاق قطعا برای این عزیزمونم افتاده بوده دیگه، یه کالای فیکو با اسم یه برندی دادن چون اونو میخواسته و این فقط تو ایران هم نیست، چون تو ترکیه هم اتفاق میفته. ما تو مارکت ترکیه هم که میریم بازارهای وجود داره که ظاهرا دارن کالای برندی رو قیمت خیلی پایینتر از مثلا فروشگاه اصلی اونجا میفروشن. ممکنه این تصور برای ما ایجاد که چون مثلا تو ترکیه هست اینجا کالای فیک نمیفروشن. نه آقا میفروشن. خیلی مارکت ها هست که توش کالای فیک وجود داره چون براش تقاضا وجود داره. هر جایی که تقاضا وجود داشته باشه عرضه هم اتفاق میفته و تقاضا برای خریدن کالاهای مثلا برندهای خاص خارجی با قیمت پایین چون وجود دارد، کالای فیکش هم عرضه میشه. این مثالی که زدم دقیقاً درباره همینه دیگه. این کیفیت کالا قابل ارزیابی نیست. حالا این بنده خودم رفته اون برند رو خریده و امروز یه ویدیو گذاشته که آقا این داغونه فلان، من خواستم بهتون بگم گول تبلیغات اینستاگرام رو نخورید، این محصول به درد نمیخوره، این محصول خیلی آشغاله و فلانه. پس من چون نمیتونم تشخیص بدم کیفیت واقعی کارایی واقعی یا نه، میرم سراغ گزینه‌ای که ضرر کمتری برام ایجاد کنه اگر انتخابم اشتباه. مثال رو دقیقاً زدم که اون شخص این کارو نکرد، من نمیتونم تشخیص بدم، پس میرم دنبال گزینه کمتر. همین موضوع باعث میشه که بخش زیادی از بازار بجز بحث خود عامل تورمی که درباره‌اش صحبت کردیم، این عامل آشفتگی، عدم اعتماد و عدم تشخیص کیفیت و کارایی، باز مردم به سمت عوامل اقتصادی میرن برای اینکه ضرر کمتری بکنن. حتما یه ویدیو درباره این استراتژی نواختنه میگیرم. من یادم افتاد که توی یکی از اون مقالاتی که نوشته بودم تو لینکدین درباره رشد در شرط بحرانی صحبت کرده بودم. برای بعضی از دوستان این موضوع جالب بود، استراتژی بقا. سادهش من میگم استراتژی نواختن. درباره اونم حتما صحبت میکنم چون واقعا استراتژی درستیه تو شرایط بحرانی و مغز ما هم درست طبیعی همین کارو میکنه. ایراد نباید بگیریم از مخاطبمون که داره به این قیمت پایین‌تر توجه میکنه. خب پیام این گزینه چی بود؟ بحث کیفیت. یعنی اگه کیفیتی دارید که نمیتونید اندازه پذیر کنید، قیاس پذیر کنید، قابل مقایسه کنید و قابل اثبات باشه، بدونید که از نظر مشتری انگار نداریدش. یه بار دیگه میگم اگر کیفیت و کارایی دارید که نمیتونید اندازه پذیر، قابل قیاس
و قابل اثباتش کنید، از نظر مشتری انگار وجود نداره. پس قر نزنید مشتری نمیدونه یا متوجه نمیشه، نمیفهمه. شمایید که اگر کیفیت و کارایی خاصی دارید، بعد اینو بتونید برای مشتریتون شفاف و قابل اثبات. گزینه چهارممون احساس خوب و تجربه خرید بود. 34% این گزینه رأی آورد. این یه جورایی کلید فهم بازار امروزه. تحقیقات علمی هم نشون میده حتی در فروش‌های B2B و B2G اشتباهش نگیرید، یه بخش بذارم کنار، حتی در فروش‌های B2B، وقتی میگم یعنی B2C و حتی B2B بخشی، تا 60% تصمیم‌ها کاملا احساسی هست. تحقیقات میگه، نه که نظر شخصی اینه که نزدیک به مطلق، نه بالای 90% تصمیم‌های خرید احساسی هست. ولی خب تحقیقات علمی میگه 60% تصمیم‌ها احساسی هست حتی در B2B. احساس خوب یعنی به زبون ساده بگم یک تجربه خرید لذت بخش بتونیم برای مخاطب ایجاد کنیم. با چی؟ کم کردن استرس. یعنی من فروشنده استرس رو برای مشتری کم کنم، مسیر خریدش رو شفاف کنم، مشتری حس تحقیر، دگرگونی، نادونی اینا بهش دست نده. بچه‌ها توی تکنیک‌های فروش و آموزش فروش درباره این قبلا صحبت کردن، بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. دوستان زیادی دارن درباره صحبت می‌کنن. یه سری ویدیوهایی که اصلا تو سوشال مدیا پخش میشه که اصلا کاملا در تضاد با آموزش‌های انسانی و آداب معاشرت و رفتارهای حداقلی اخلاق انسانی، هر چی که می‌خواد اسمش رو بذارید، با اینها هم در تضاد، چه برسه با تکنیک‌های فروش. حس تحقیر، حس فشار، سردرگمی، استرس، بچه‌ها اینا سم تو فرآیند فروش. باید شفاف باشه، ساده باشه، کم تنش باشه، برای مشتری تجربه لذت بخشی از خرید رو بتونیم معیار کنیم. و اینم سهمش 34% هنوز تو این نظرسنجیه. باز کاستومر لاجیک بهش نگاه کنید، از منطق خریدار بهش نگاه کنید، معنی داره. یعنی 1/3 سهمو گرفته تو 4 تا گزینه 34%. هم از منطق فروشنده نگاه کنید، درک خوبی از این وجود داره، از منطق کسب و کارها نگاه کنید. این حتما به واسطه اینه که من کارشناس، من مدیر فروش، من تصمیم گیر به این جنبندی رسیدم که یکی از مهمترین عامل هست. 4% رأی آورده. اگر مثلا ما بگیم تو مارکت های توسعه یافته اون 50-60% بحث کیفیت کارایی می بود، این سهم درسته. ولی خب چون تو نظرسنجی من اون کیفیت و کارایی و ارزم به خدمت اعتماد خیلی سهم پایینی آورده، 34% معنی داره. در واقع قیمت هم که 40% بود دیگه، قیمتش پرد. رأی آوردن بالا یعنی بازار از خرید کردن خسته است. یعنی هر کسی که تجربه رو ساده تر کنه، انسانی تر کنه، برنده است. باز اینجوری مثال میزنم، من خریدار میخوام برم خرید کنم و تجربه خرید، احساس خوب برام اهمیت داره. به خاطر اینه که سردرگم شدم، جاهای دیگه اذیتم کردن. این تجربه رو خیلی داریم دیگه، تو آموزش فروش درباره زیاد صحبت کردم. خیلیامون با وجود اینکه میدونیم این فروشنده داره به ما کالا گرونتر میده، میخواد حتی بچه توی مثلا چند رستوران باشه، ممکنه توی خریدن لباس باشه، خیلی از این خریدهای روزمره اون اتفاق داره میفته، ولی از اون شخص خرید میکنیم چون حس بهتری بره، چون تجربه لذت بخشتریه. به خصوص اونجایی که عامل اقتصادی به دلیل نسبتی که داره برام اهمیتی نداره. مثلا کارو رو میتونم 100 تومن بخرم ولی 120 تومن میخرم، اما از این میخرم. 1 تومن میتونم بخرم ولی 1,200 میخرم ولی از این. اون تجربه هر چقدر ساده تر باشه، انسانی تر باشه، برنده است. ولی یه دامی وجود داره، تله‌ای وجود داره. من این رو هم دیدم که خیلی ها توش گیر میفتن. فروشنده ها منظورم، یا کسب و کار رو منظورم. احساس خوب کیفیت یا قیمت رو نمیگیره، چون کیفیت و قیمت، کیفیت باید بریم تو خود پرادکت و قیمت رو بیاریم به عنوان پرایس عامل دوم. چون تو مراتب آمیخته بازاریابی خود کالا اولیه، هرچند همه چیز نیست. دارم تاکید میکنم اینا نمیتونن جای همدیگر رو بگیرن، این مراتب باید به درستی طی بشه. ولی بدون احساس خوب قیمت و کیفیت هم فروخته نمیشه. یه مثالی زدم از اپل، 60,000 تا فروشنده داره. اگه قرار بود کالای خوب خودش فروخته بشه، اپل 60,000 تا فروشنده نداشت. یا مایکروسافت بزرگترین تیم فروش بی تو بی دنیا رو نداشت. شناخته شدن محصولاتشون، کیفیتشون، حتی بدیاشون هم تقریبا شناخته شده است، همه میدونن، فقط بحث خوبیشون نیست. پس وقتی همچین شناختی از کیفیتش وجود داره، قیمت هم که یه چیز مشخصه، پس چرا تیم فروش دارن؟ چون همین تجربه خریده رو باید بتونن رقم بزنن، باید بتونن اون احساس خوب رو در خریدارشون ایجاد کنن.
این نظرسنجی به نظر من سه تا پیام روشن داره. اینکه مشتری ایرانی دوگانه تصمیم میگیره، جیبش رو نگاه میکنه و خب احساساتی هم برخورد میکنه، احساسش هم تصمیم. این عامل احساس عامل جدا نشده. توی بی تو سی ها قیمت و تجربه جلوترن معمولا، و توی بی تو بی ها اعتماد و کیفیت وزن بیشتری دارن. حالا تو نظرسنجی ما نمیشد این رو دید، ولی اینو دارم میگم به عنوان ذهنیت. شاید دوستان علاقه‌مند بشن درباره این موضوع تو اقتصاد رفتاری تحقیقاتی انجام بدن، چون من یکی از دوستانم که تو حوزه اقتصاد رفتاری بود صحبت کردم. خیلی واقعیتش اینه که بررسی عمیقی انجام ندادم، ولی اون میگفت تحقیقات از این دست کم بوده. به عنوان یک کسی که مطلع بوده من فقط نقل قول می‌کنم. وقتی که میخوایم تحقیق کنیم باید این سگمنتی که تو بازار هست، اون چنلی که هست، نوع کالایی که هست، اینا رو باید بتونیم کاملا مشخص کنیم که بدونیم چه مخاطبی رو داریم میسنجیم. ولی به صورت کلی توی بی تو سی قیمت و تجربه اهمیت بیشتری داره، توی بی تو بی اعتماد و کیفیت وزن بیشتری داره. باز میگم در بی تو جی الان صحبت می‌کنم. ولی بدونیم فروش حدس نیست. حدس میزنم که اینجوریه. باز تو آموزش‌های دیگه صحبت کردم، تو نکاتی که گفتم یکی از خطاهای بزرگه، یه جمله تو یک از ویدیوهای قدیمی‌تر هم گمان گور کسب و کار رو میکنه. حدس زدن اشتباه. یکی از بزرگترین خطاهای فروشنده همینه که حدس میزنه مشتری چی میخواد، چه نیازی داره. یه طراحی سیستم نیازه که توی این نظرسنجی هم این پیام روشنه که ما باید بتونیم سیستم به درستی طراحی کنیم که بتونیم نیاز مشتری رو برآورده بکنیم و اون خواسته‌هاش رو برسیم، غالبا منافع خودمون رو تامین کنیم. اگه بخوام خلاصه کنم باید اینجوری بگم: مشتری با منطق اقتصادی، نه اساسا با منطق، خرید رو توجیه اما با احساس تصمیم میگیره. اینجا میتونیم بگیم احساس امنیت، احساس کنترل. نهایتا در اون فرایند خرید که قرار میگیره تصمیمات احساسیه. مشتری بعدش میاد به این فکر میکنه که چه منطقی، چه توجیهی برای این تصمیمی که من گرفتم وجود داره. این هم از نظر علمی ثابت شده است، نظر شخصی فقط نیست. من اینو سالها پیش یاد گرفتم و این کار است. پیشنهاد میکنم قیمت همون شفاف باشه، تجربه خرید رو ساده کنیم، اعتماد رو بتونیم عملی برای مشتری ایجاد بکنیم. این موضوع شاید برای شخص من چون خیلی مهمه، بحث اعتماد زیاد دارم روش تاکید میکنم، ولی چون توی نظرسنجی خیلی سهم پایینی داشت برای من خیلی عجیب بود، خیلی تعجب کردم. و بچه کیفیت باید قابل اثبات باشه. کیفیت و کارایی رو باید بتونیم اثبات کنیم. خیلی خوب. دیگه نوبت شماست. خوشحال میشم درباره تجربتون بگید. هر جایی که فکر میکنید تو صحبتی که کردم نکته‌ای به ذهنتون رسید دربارش با هم صحبت بکنیم و بگید به نظر شما اصلا مشتری داره با جیبش تصمیم میگیره، با احساسش تصمیم میگیره، تجربه الان شما چیه. خوشحال میشم کامنتاتون رو بخونم و از دل این کامنت ها موضوعات بیشتری در بیاد، بتونیم محتوای بعدی رو داشته باشیم و با هم دیگه تجربتون رو به اشتراک بذاریم. خیلی خوشحال شدم. ممنونم که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.